سلام، رویا هستم، یکی از اعضای تیم Elevated Healing Treatment Center. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اینجا هستیم در خدمت رضای عزیز، یکی از اعضای گروه تیم Elevated Healing Center. و رضا جان خیلی خوش اومدین. قرار هستش که راجع به برنامه‌هایی که در اینجا اجرا میشه من توضیح کوچیکی بدم. در آفیس ما عزیزانی که دارای مشکل سلامت روان هستن تشریف میارن به این مرکز و با توجه به نظر کارشناسان و روانشناسان مجردی که در این سنتر قرار دارن تحت درمان قرار میگیرن و طبق برنامه‌های متفاوت و تریتمنت‌های متفاوتی بر حسب میزان بیماری که دارن روشون اجرا میشه. از جمله کارهایی که در این آفیس انجام میشه، یکی از آن کارها ارتعاش درمانی است که رضای عزیز این مسئولیت رو بر عهده گرفته و من چندین صحبت با رضا جان میکنم که ایشون خودشون مراحل رو براتون توضیح بدن. رضا جان خیلی خوش اومدین. ممنون از لطفتون که به تیم ما اومدین و تیم ما رو کامل‌تر کردین. سپاس رای خانم، مرسی از دعوتتون و این اینترویو. رضا جان خواهش میکنم یک مقدار توضیح برام بدین راجع به ارتعاش درمانی. البته ارتعاش درمانی و یا ساوند مدیتیشن یک روش بسیار ساده برای ترمیم انرژی بدن با بستن چشم و گوش دادن به صوت و صداهای فرکانس به خصوص برای رفع اضطراب و یا استرس برای اشخاصی که مایل این برنامه هستن اجرا میشه. قصد این روش رو اگر لطف کنین توضیح بدین برای ما. قصد این روش به حالتیه که با نشستن و یا دراز کشیدن راحتی رو برقرار میکنیم که با شروع این روش ارتعاش درمانی یک حالت آرامشی یا آرامش بخشی برای شخص ایجاد میکنیم. طبق تجربه خودتون برای چه اشخاصی این برنامه رو مفید میدونید؟ اشخاصی که مایل هستن اضطراب و استرس رو از بدنشون بیارن، افکار زائد رو از سرشون بیارن بیرون و اون سفر درونی رو بتونن برای خودشون داشته باشن که افکار زائد و بیخود از توی سر و وجودشون بیاد بیرون. مراحلی که در این روش تمرکز اجرا میشن اگه لطف کنین یک توضیح بدین برای ما. مرحلهش 5 بخش اول یک گفتگوی کوتاهی برای سبک قصد اشخاص برای این روش و بعد میریم به ورزش‌های تنفسی که بتونیم این سیستم پاراسیمپاتیک سیستم و اعصاب رو آرام بکنیم و با وکالیزیشن و یا صوت بتونیم مغز و قلب و بدن رو آروم بکنیم و با بستن چشم و گوش دادن به صوت بتونیم انرژی آرامش رو وارد بدن بکنیم. پایان برنامه ادغام هست که با شیر کردن و یا در میون گذاشتن اون احساسات و یا حسایی که به بیرون اومده با هم دیگه در میون بذاریم. منم خودم جزو یکی از کسانی هستم که در این مدتی که رضا جان اینجا همکاری میکنن چند دفعه شرکت کردم تو این گروه. بسیار لذت بردم، بسیار آرامش بخش بود برای من و فکر میکنم بعد از انجام این سیستم تونستم با تمرکز بیشتری به کارهایی که قراره که انجام بدم ادامه بدم. برای من که خیلی عالی بود. مطمئن هستم برای کسانی که اینجا هم تحت درمان هستند بسیار عالی خواهد بود و امیدوارم که 2 مرتبه ما شما رو اینجا ببینیم و عزیزان از وجود شما لذت ببرن. نظر من همه ما انسان‌ها لایق سلامت روان هستیم و یک زندگی سالم و خوشحال. خیلی لطف کردید رضا جان، تشریف آوردین. مرسی که وقتتو گذاشتی برای مصاحبه با ما. سپاس خانم، ممنون.